چگونه از چت جی پی تی بدون استفاده از شماره مجازی استفاده کنیم؟ ابتدا با استفاده از لینکی که در اینجا براتون قرار دادیم وارد صفحه چت جی پی تی بشید و سپس سینک آپ رو بزنید. حتما به این نکته توجه داشته باشید که از یک فیلتر شکن قوی و پرسرعت استفاده کنید. در این صفحه شما باید یک ایمیل یا جیمیل وارد بکنید. برای این کار هم میتونید از اکانت گوگلتون و هم از اکانت مایکروسافتتون استفاده کنید. جیمیل یا ایمیل مورد نظرتون رو وارد کنید و سپس کانتینیو رو بزنید. در این صفحه شما باید برای اکانتتون یک پسورد 12 کاراکتری انتخاب بکنید. پس از وارد کردن پسورد کانتینیو رو میزنیم.